تا حالا شده توی رابطت بدون اینکه مدرک داشته باشی، بدون اینکه چیز دیده باشی، یه حس تو دلت بگه یه چیزی درست نیست؟ سارا دقیقا همون حس رو داشت. 3 سال قبل از اینکه بفهمه حق با دلش بوده. سارا همیشه یه دختر محافظه‌کار اما با شخصیت قوی و کمی شاخ بود. روزی که اولین بار علی رو دید وسط یه جمع خانوادگی بود. همه خاله ها و دایی ها و عموها داشتن نظر میدادن و سارا مثل همیشه جلوی خانوادش ایستاده بود و با غرور و سربالا جوابهاشون رو میداد. علی اون روز وارد یک کافی شاپ شد که خانواده سارا برای تولد مادر بزرگش اجاره کرده بودند. با نگاه اول یه لبخندی آرام اما پرقدرت داشت. چشماش دقیقاً همون ترکیب جذابیت و اعتماد به نفس بود که آدم ناخودآگاه جذبش میشد. سارا که همیشه به مردم اجازه نمیداد نزدیکش بشن، نمیدونست چرا قلبش یک دفعه تند زد. خانواده سارا یه خانواده اوپن مایند و آزاد بود. علی نزدیک میز سارا شد. با احترام و یه حالت خجالتی که باورش سخت بود گفت: میتونم یه لحظه کنارتون بشینم؟ سارا که جلوی خانواده همیشه سرسخت و شاخ بود اول جواب داد: نه ممنون، من خلوت میخوام. اما نگاه علی یه جوری بود که نمیتونستی ردش کنی. یه جور آرامش داشت که به آدم حس میداد میتونه اعتماد کنه. بعد از چند دقیقه وقتی مادر سارا اصرار کرد و گفت: بیا یه چایی با هم بخوریم، سارا با نگاهی که نصف شوخ طبیع و نصف غرور بود پذیرفت. علی با لبخند گفت: میدونم ممکنه عجیب باشه ولی احساس کردم باید بیام و سلام کنم. سارا با یه خنده‌ای که کمی مغرور بود جواب داد: آخه تو کی هستی که باید سلام کنی؟ و این خنده شروع یه رابطه شد. شروعی که پر از اعتماد، کشف شخصیت و جذابیت متقابل بود. سارا همیشه آدمی بود که خودش رو پشت دیوار غرورش پنهان می‌کرد، ولی علی اون روز کاری کرد که اولین دیوار شکسته بشه. علی به جای اینکه مستقیم تعریف کنه، با شوخ طبیع و حرفای ساده باعث شد سارا لبخند واقعی بزنه. آن روز وقتی خانواده متوجه شدن سارا با کسی خوش مشرب شده، یک کمی غافلگیر شدن، اما سارا با غرور گفت: میدونم دارم چی کار میکنم. و خانواده فقط سر تکون دادن و لبخند زدن. بعد از اون روز علی شمارش رو گرفت و شروع به پیام دادن کرد. سارا هم که هیچ وقت به راحتی اجازه نمیداد کسی وارد قلبش بشه، کمی باز شد. هر پیام علی با حس لطافت و احترام عجیب همراه بود. پیام اول: سلام، خندت هنوز همون جوریه که امروز دیدم؟ پاسخ سارا: خب یه لبخند همیشگی دارم. پیام دوم علی: میتونم یه روز باهات بیرون بیام؟ پاسخ سارا: اول امتحان میکنم ببینم ارزش وقت من داری یا نه. و این شروع یک رابطه پرشور اما پرتعلیق و کمی بازیگوشانه شد. در نگاه اول همیشه رویایی و عاشقانه بود، اما چیزی که سارا نمیدونست این بود که علی یک راز بزرگ داشت. راز کوچیکی که شاید اوایل بی اهمیت بود، اما کم کم مثل خزه‌ای سیر سنگ شروع به رشد کرد و 3 سال بعد همه چیز رو نابود کرد. روزها و هفته‌ها گذشت. علی هر روز پیام میداد: سلام، امروز لبخندت همون جوری بود که دیدم؟ سارا همیشه جواب میداد: همیشه لبخند ثابت دارم. این پیام ها به آرامی باعث شد سارا دیوار غرورش رو کمی پایین بیاره و به علی اعتماد کنه. علی هم با احترام و توجهش سارا رو بیشتر جذب می‌کرد. اما علی همیشه یک نکته اسرارآمیز داشت. گاهی دیر جواب میداد یا آنلاین بود، اما پیام نمیداد. گاهی هم یه اسم تکراری مثل حسین وسط مکالماتش میافتاد که سارا اول اون رو نادیده میگرفت. با گذشت چند ماه رابطه جدی‌تر شد. سارا فکر میکرد عشق واقعی پیدا کرده و خانواده نیز کم کم پذیرفته بودند. اما همیشه یه حس ناخودآگاه در دلش بود. چیزی هست که من نمیبینم، چیزی که علی به من نمیگه. و سارا هنوز نمیدونست که 3 سال بعد یه پیام ساده همه زندگیش رو تغییر میده. 3 سال گذشته بود. 3 سال خنده، سفر، قولها و خاطرات شیرین. سارا و علی رابطه‌ای داشتن
که همه بهش حسادت میکردن. اما هفته‌های آخر همه چیز کم کم تغییر کرده بود. علی دیر جواب داد. سرد و کم حرف شده بود. سارا حس میکرد چیزی در رابطه درست نیست، اما نمیخواست واقعیت رو قبول کنه. اون روز سارا بعد از یک جلسه طولانی کاری به خونه برگشت. گوشیش پر از پیام‌های علی بود، اما همه پیام کوتاه و بی‌روح. باشه، میام. فعلا مشغولم. سارا با خودش فکر کرد چرا حس نمی‌کنم همون آدم اوله؟ چرا حس می‌کنم علی تغییر کرده؟ شب شد. سارا بیخوابی کشید. دلش شور میزد و ذهنش پر از شک و تردید بود. در حالی که گوشی تو دستش بود به علی پیام داد. علی کجایی؟ چند ثانیه سکوت. قلب سارا مثل چکش میزد. بعد پاسخ اومد. با زهرام. زمان برای سارا ایستاد. چشماش گشاد شد و دستاش یخ زد. 3 سال اعتماد و یک پیام نابودش کرد. چند لحظه بعد علی پیام رو پاک کرد و دوباره نوشت. نه منظورم حسینه. اما سارا دیگه نمیتونست فریب بخوره. او با رامش تلخ تایپ کرد. لازم نیست درستش کنی. همون اول همه چیزو گفتی. 3 سال خاطره، خنده و آینده‌ای که ساخته بود مثل فیلمی در ذهنش رد شد. سارا گوشی رو کنار گذاشت و به سقف خیره شد. همه چیز داشت معنا پیدا می‌کرد. لبخندهای عجیب علی، دیر جواب دادنها، آنلاین بودنهای نصف شب. او فهمید که تمام رابطه 3 سالش یک بازی بوده. هرچی بیشتر فکر میکرد بیشتر حس میکرد فریب خورده و تنهاست. آخرین پیام سارا مثل حکم دادگاه بود. میدونستم 3 سال منو به بازی گرفته بودی. علی آنلاین بود اما چیزی نگفت. و سارا فهمید بعضی از خیانت‌ها فقط با یک پیام ساده لو میروند. اما سارا چیز مهمی رو فهمید ارزشش بیشتر از این بود که 3 سال عمرشو بده دست کسی که بلد نیست درست دوست داشته باشه. بیرنگی که تو زندگیت هست که هی توجه میاره، هی میپیچونه، هی ششم تو دیوونه بازی در میاره، بدون مشکل از تو نیست. آدمی که واقعا تو رو بخواد نه قای موشک بازی در میاره، نه مجبور میشه دروغ بگه، نه مجبور میشه دروغشو درست کنه. حرف آخرم با شما اینه که اگه یه روز دیدی باید برای موندنت بیش از حد بجنگی، شاید وقتشه برای خودت بیستی و بری، چون طرفت هیچ تلاشی برای نگه داشتن تو نمیکنه. آدمی که ارزش تو رو ندونه لیاقت حضور تو هم نداره. توی دیسکریپشن آیدی رو میذارم، لطفاً داستانهای واقعیتون رو بفرستید و مرسی که لایک و سابسکرایب میکنید.